إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهید. علم قیامت به سوی او باز می‌گردد. هیچ یک از میوه‌ها از غلاف شگوفه خیش بیرون نمی آید و هیچ ماده چه انسان و چه حیوان باردار نمی شود و نه هم بار شکم خیش را به زمین می گذارد مگر به اساس علم او. و روزی که خداوند به ایشان خطاب کرده بگوید کجایند شریفان من؟ میگویند به تو گفته بودیم که هیچ یک از ما هرگز گواه حقانیت چیزهایی که آن را به تو شریک می آوردیم نیستیم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص. چیزهایی که از پیش نیایش می کردند از نزد ایشان گم می شود و در می آبند که برایشان پناهگاهی نیست. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان از دعای خیر مانده نمی شود و چون به او زیانی برسد به یک بارگی خود را می بازد و ناامید و دل شکسته می شود. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غلیظ. ولی چون به او مرحمتی از جانب خیش بچشانیم بعد از آن که سختی و مشکلاتی دیده باشد میگوید این از روی استحقاق من است و گمان نمی کنم که قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگار خود بازگردانیده شوم هم به یقین برای من نزد او عاقبتی نیکوست. چنان نیست که کافران میپندارند بلکه در این حال کافران را به اعمالی که مرتکب میشوند آگاه میگردانید. بیگمان به ایشان عذاب خشونت اندودی را میچشاند. و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نأى بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض. و چون به انسان نعمتی ارزانی کنیم از حق رو میگرداند و پهلو توهی میکند ولی چون بدی به او میرسد به دعای دور و درازی میپردازد. قل ارأیتم این کان من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید. بگو ببینید اگر این پیام از جانب خدا باشد که هست و باز از آن انکار ورزید پس کیست گمراه تر از کسی که با حق در مخالفت شدیدی به سر میبرد. سنريهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکف بربک انه على كل شیء شهید. به زودی به ایشان نشانه های خود را در آفاق یعنی اطراف و اکناف جهان هستی و نیز در وجود و هستی خودشان نشان می‌دهید تا برای ایشان روشن شود که این پیام حق است. آیا این خود برای پروردگار تو بسنده نیست که او بر هر چیز گواه است؟ الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه
بكل شيء محيط. آگاه باش، واقعا ایشان از دیدار پروردگار خود در شک. آگاه باشید بیگمان خدا به هر چیز احاطه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حمیم عین سین قاف. این چنین به سوی تو و به سوی کسان پیش از تو خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت وحی میفرستد. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و او بلند مرتبه و بزرگ است. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نزدیک است آسمان ها از بالایشان متلاشی شوند و فرشتگان پروردگار خود را تسبیح گویند و برای همه موجودات روی زمین آمرزش میخواهند. آگاه باش که خداوند هم اوست آمرزنده و بسیار مهربان. والذین اتخذوا من دونه اولیاء الله حفیظ علیهم وما انت علیهم بوکیل. و کسانی که جز او موجودات دیگری را دوست میگیرند خداوند بر ایشان مراقب می باشد و تو بر ایشان سرپرست نیستی. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. و به این ترتیب به سوی تو قرآن عربی را وحی کردیم تا مردم شهر مکه و پیرامون آن را بیم دهی و ایشان را از روز قیامت که در آن شکی نیست بیم دهی، از روزی که گروه بهشت اندرند و گروه هم در آتش سوزان. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اگر خداوند میخواست همه ایشان را امت واحد میگردانید، اما کسانی را که بخواهد شامل مرحمت خیش میسازد و ستمگاران نه برای ایشان کارسازی است و نه هم مددگاری. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. آیا ایشان غیر از خدا برای خود کارسازی گرفتند، در حالی که خدا هم اوست کارساز و اوست که مردگان را زنده می کند و اوست که بر همه چیز قدرت دارد. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. در هر امری که در آن اختلاف می ورزید پس حکم آن به خدا تفویض می شود. این است خداوند پروردگار من، بر او توکل کردم و به سوی او رجوع کنم. فاطر السماوات والأرض
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السمیع البصیر. آفریننده آسمان ها و زمین است. برای شما از خود شما جفتهای گردانید و نیز از چارپایان جفتهای را قرار داد و بدین وسیله شما را پراگنده ساخت. هیچ چیز شبیه و همانند او نیست و اوست شنوا و بینا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست. روزی را به هر کسی که بخواهد گشاده یا تنگ می سازد. حقا که او به هر چیز داراست. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. برای شما از آیین همان چیزی را مشروع ساخت که نوح را به آن سفارش کرده بود و همان چیزی را که به تو وحی کردیم و آنچه را که به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم که دین را برپا دارید و در آن اختلاف نورزید. بر مشرکان این امری که به سوی آن ایشان را دعوت می کنی گران تمام می شود. خداوند هر کی را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر کی را که به وی رجوع کند رهیافت می گرداند. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که به ایشان علم حاصل شد، آن هم از روی حسادتی که در میان خیش داشتند. و اگر حکمی نمی بود که از طرف پروردگاری تو از پیش صادر شده بود مبنی بر این که تا زمان معین به ایشان مهلت داده شود، یقینا در میان ایشان فیصله می شد و بیگمان کسانی که کتاب را بعد از ایشان میراث گرفته اند در مورد آن در شک تردید اندوده می باشند. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. و از این رو ایشان را به دین اسلام فراخوان، با همان گونه‌ای که مأمور شدی استقامت کن و از هوا و هوس‌های ایشان پیروی مکن، بلکه بگو به هر کتابی که خداوند نازل کرده ایمان دارم و مأمور شده ام تا در میان شما عدالت ورزم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شما، یعنی هر کدام ما و شما از نتیجه اعمال خیش برخوردار می شویم. در میان ما و شما حجت مورد نیاز نیست. خداوند بین ما جمع می کند و به سوی اوست بازگشت. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید.
کسانی که در مورد خدا بعد از آن که دعوت او اجابت شده است مجادله می کنند، دلایل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است. مورد خشم خدا واقع می شوند و برایشان عذاب شدید است. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. خداست که کتاب را به حق نازل کرد و نیز ترازو را. و چی خبر داری؟ شاید قیامت نزدیک باشد. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کسانی با شتاب به جستجوی آمدن قیامت می شوند که به آن ایمان ندارند، ولی کسانی که به آن ایمان دارند از آن می ترسند و می دانند که آن حق است. آگاه باش آنانی که در مورد قیامت مجادله می کنند بی نهایت گمراه هستند. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. خداوند بر بندگان خود لطفکار است و به هر که خواهد روزی می دهد و او توانا و صاحب قدرت منی است. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. برای هر کسی که کشت آخرت را بخواهد برای او در کشت او می افزاییم و برای هر کسی که کشت این دنیا را بخواهد از آن برایش می دهیم، ولی در آخرت نصیب ندارد. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. آیا برای ایشان شریکانی است؟ یعنی به خدا کسانی را شریک می آورند که از دین برایشان چیزی را مشروع می گردانند که خداوند به آن اجازه نداده است؟ و اگر حکم قاطع مبنی بر مهلت یافتن این کافران نمی بود حتما در میانشان حکم صادر می شد. بیگمان برای ستمگاران عذابی دردناکی است. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ستمگاران را به اساس اعمالی که مرتکب شده اند در حراس می‌بینی و این مجازات به ایشان واقع شده نیست، ولی آنانی که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند در باغ‌های بهشتند. به ایشان از نزد پروردگارشان هر چیزی که بخواهند میسر است. این است همان فضلی بزرگ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شکور. و این است همان چیزی که خداوند آن بندگانش را که ایمان آوردند و اعمال نیکو انجام دادند مژده می دهد. بگو من برای این رسالت خیش از شما جز دوستی و وابستگان مزدی نمی طلبم. اگر کسی نیکی ورزد ما در آن برای او به نیکی می افزاییم. حقا که خداوند آمرزنده و پاداش دهنده است. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه علیم بذات الصدور. آیا میگویند پیامبر بر خداوند به دروغ افترایی کرده است؟ اگر خداوند بخواهد بر دل تو مهر می نهد. خداوند به وسیله وحی کلمات خیش باطل را نابود می کند و حق را ثبات می بخشد. حقا که وی به نهان خانه سینه ها داناست. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. و اوست که توبه را از بندگانش میپذیرد و از گناهان در میگذرد و آنچه را انجام میدهید میداند. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید. دعای مؤمنان نیکو را اجابت می کند و از فضل خیش به آنها زیاد می کند و کافران برای ایشان عذاب شدید است. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبیر بصیر. اگر خداوند روزی را برای بندگان خود فراخ می کرد البته در زمین سرکشی می کردند، ولیکن خداوند به اندازه‌ای که بخواهد روزی هر کس را نازل می گرداند، حقا که او به حال بندگان خود آگاه و بیناست. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید. اوست که باران را بعد از اینکه بندگان او ناامید شدند نازل می کند و مرحمت خود را به همه جا پراگنده می سازد و اوست کارساز و ستوده. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدیر. و از نشانه‌های او آفرینش آسمان‌ها و زمین است و نیز آنچه از جنبندگان در آنها پراگنده ساخته است و هنگامی که بخواهد میتواند همه آنها را گرد آورد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هر مصیبتی که به شما برسد از سبب اعمالی است که خود انجام داده اید و خداوند از بسیاری گناهان می‌گذرد. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شما هرگز در زمین اراده خدا را عاجز ساخته نمیتوانید و نمیتوانید از سرنوشت خیش فرار کنید و شما را جز خدا کارساز و مددگاری نیست. ومن آیاته الجوار فی البحر كالأعلام. و از نشانه‌های او کشتی‌هایی است چون کوه‌ها که در دریا حرکت دارند. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اگر خواهد باد را استاده می کند، یعنی از جریان باز می دارد، پس مردمی که بر کشتی سوارند روی آب باقی می مانند. بیگمان در اینها برای هر صبر کننده شکرگزاری نشانه‌هایی است. او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر. یا آنها را به سبب آنچه کردند هلاک می کند و از بسیاری از گناهان در می گذرد. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص.
تا آنانی که در مورد آیات ما مجادله می کنند بدانند که برایشان راه و چاره نیست. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند الله خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم یتوکلون. به شما از چیزی که داده شده صرف متاع زندگی دنیاست و آنچه در نزد خداست بهتر و ماندگارتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگار خود توکل می‌ورزند. والذین یجتنبون کبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم یغفرون. و آنانی که از گناهان کبیره و فحشا اجتناب می‌ورزند در هنگامی که خشمگین می‌شوند از لغزش دیگران در می‌گذرند. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. و آنانی که امر پروردگارشان را اجابت کرده اند و نماز را به تمام و کمال ادا می کنند و کارشان در میانشان به اساس مشوره است و از آنچه روزیشان گردانیدیم در راههای خیر خرج می کنند. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. آنانی که چون بر ایشان تعدی شود بر آن غلبه حاصل می کنند. وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. و سزای بدی بدیست مثل آن، اما اگر کسی عفو کند و اصلاح نماید پس مزد او بر خداست. بیگمان خداوند ستمگاران را دوست ندارد. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل. کسانی که بعد از مظلوم شدن غالب گردیدند بر ملامتی ایشان هیچ راهی نیست. انما السبیل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. واقعا ملامتی بر کسانی است که بر مردم ستم و در زمین به ناحق سرکشی می کنند. اینهایند که برای ایشان عذاب دردناکی است. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. و برای کسی که صبر کند و عفو نماید بیگمان این رویه از امور شایسته و استوار است. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هر که را خداوند گمراه کند بعد از این برای او کارسازی نیست. و ستمگاران چون عذاب را ببینند میبینی که میگویند آیا راهی به بازگشت هست؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمین فی عذاب مقیم. و ایشان را میبینی که به عذاب پیش کرده میشوند در حالی که از خواری بسیار فروتن میباشند و با نگاه دزدیده میبینند. مؤمنان گفتند بیگمان زیانکاران کسانی اند که هم خود و هم خانواده خیش را در روز رستاخیز زیانمند ساختند. آگاه باش که واقعا ستمگاران در عذاب همیشگی اند.
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبیل. برای ایشان کارسازی نیست که ایشان را کمک کند جز خداوند، و هر که را خداوند گمراه سازد پس برای او راهی برای نجات وجود ندارد. استجیبوا لربكم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ یومئذ وما لكم من نکیر. امر پروردگار خود را اجابت کنید پیش از این که روزی فرا رسد که برای آن از عذاب خداوند بازگشتی نباشد. در آن روز نه پناهگاهی دارید و نه هم انکاری کردنی توانید. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. پس اگر روی برتابند ما تو را به حیث نگهبانشان نفرستادیم. بر تو جز رساندن پیام نیست، چون انسان را از جانب خیش از مرحمت میچشانیم مباهات میکند. اما اگر به او در اثر اعمالی که خود انجام داده مصیبتی برسد بیگمان انسان به ناسپاسی میپردازد. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست، هرچی را بخواهد می‌آفریند.